سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. این اولین ویدیو کانال یوتیوب و میخوایم با هم بررسی کنیم که کی طلا بخریم، بهترین قیمت برای خرید طلا کجاست و در چه پله‌هایی خرید خودمون رو تکمیل بکنیم و به دید چه قیمت‌هایی طلای خودمون رو نگهداری بکنیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کن، چون که قرار از این به بعد ما تحلیل‌های خیلی جامعی راجع به بازار طلا داشته باشیم و من بهتون بگم که کجا طلا بخرید، کجا بفروشید، چه نوع طلایی بخرید بهتره و با هم کلی آموزش و تحلیل رو در کنار هم داشته باشید. خب برای اینکه بازار طلا رو تحلیل بکنیم، اول بیایم بررسی کنیم که قیمت طلا الان در حال حاضر چه عددی هستش. همونطور که می‌بینیم تقریبا محدوده 10800 10900 هستش. طلا 18 عیار و سکم داره در محدوده 113 میلیون 114 میلیون معامله میشه. برای اینکه تحلیل بکنیم من باید چارت یا نمودار طلا رو بیارم که از قبل اینجا نمودار طلای 18 عیار رو من آوردم که در تایم فریم روزانه هستش. برای اینکه شروع بکنیم تحلیل خودمون رو که ببینیم آقا اصلا سقف طلا کجاست، تا کجا میتونه بالا بره، کف طلا کجاست، من تایم فریم رو میذارم رو ماهانه که اینجا در تایم فریم ماهانه تحلیل خودمون رو شروع بکنیم. اولین چیزی که در تایم فریم ماهانه چشم من بهش میخوره، این تحلیل فارغ از هیچ نگاه در واقع تعصبی به صعود یا نزوله. در نتیجه تا انتها حتما تحلیل رو ببین، چون اول میخوام مقاومت ها رو بهت بگم و در ادامه سراغ حمایت ها و نقاط خرید هم بریم. یک کانال موازی رو اگر ما بخوایم بیایم رسم بکنیم، تقریبا اگر بخوایم حالا تا حدی کف طلا رو اینجا رو کف اول در نظر بگیریم، اینجا رو کف دوم و وسطش رو یک در واقع سقف در نظر بگیریم و این کانال رو ادامه بدیم که ببینیم تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، که البته من سقف رو باید بیام از این در واقع شادو بالا در نظر بگیرم که اگر این کار رو بکنیم میبینیم که طلا تا حدی الان در تایم فریم ماهانه به سقف کانالش برخورد کرده. آیا این به این معنیه که الان طلا قراره بریزه؟ لزوما نه، ولی یکی از نشانه‌هایی هستش که میتونه در تایم فریم ماهانه طلا رو به پایین هدایت بکنه و بعد دوباره آروم آروم طلا بخواد به سمت بالا بره، به شرط اینکه تو همین کانال بمونه. همونطور که میبینید اینجا هم یه فعلا حداقل یک شادو اتفاق افتاده که داریم میبینیمش، یعنی یه سایه از بالا میخواسته این سقف کانال رو رد کنه که تا به الان نتونسته. خب دیگه چی میبینیم اینجا؟ پس این اولین نگاهیه که ما در تایم فریم ماهانه یا در تایم فریم بلند مدت نسبت به این قضیه داریم. یه تایم فریم اگر بیایم پایین‌تر در تایم فریم هفتگی، شاید بشه این در واقع کانالی که کشیدیم رو بهینه‌تر هم کردش، که اگر بخوایم بهینه‌ترش بکنیم من میتونم بیام در واقع اینو به این شکل در نظر بگیرم که باز نگاه کنید اینجا برخورد به سقف داشته، همونطور که میبینین، یعنی این سقف رو ما در نظر گرفتیم برای سقف کانال و ادامهش دادیم و اگر این رو ادامه بدیم که در واقع لایو مارکت رو الان بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً باز میبینید که اینجا حداقل داره اذیت میکنه. یعنی ساده ترین چیزی که بخوایم بگیم اینه که داره اذیت میکنه، یعنی اینجوری نیست که یهو مثل همین دو تا کندل یا سه تا چهار تا کندلی که میبینید بخواد خیلی شارپ یا مستقیم بره بالا. در نتیجه توی تایم فریم هفتگی و ماهانه ما یک کوچولو محتاطانه تر رفتار میکنیم، یعنی این دیدگاهو داریم که میتونه اینجا اذیت بکنه، یه ذره مثلا دوباره اینجوری بخواد بره بالا که اگر بالا بره، برای مثال میبینید که هنوز اگر فرض بگیریم اینجا رو در نظر بگیریم، هنوز ما تو کانالیم، یعنی کانال رو نشکونده، اما محدوده مثلا 12500 13 تومن محتمل براش هستش. اما اگر فرض رو بر شکست کانال بذاریم بچه‌ها، یعنی این کانال رو اصطلاحاً بخواد بشکنه، خب کانال رو بزنید یه بار دیگه من بهینه کنم، اگر کانال رو بخواد بشکنه بچه‌ها در بلند مدت، یعنی باز در تایم ماهانه و هفتگی، قرار نیستش یه شب و یه روزه بهش برسه این کانال، یعنی در واقع قیمت طلا میتونه حداقل به اندازه عرض همین کانالی که بوده که من یه دونه ازش کپی کردم دوباره بالا بره. یعنی من اگر بخوام تارگت های بلند مدت، یعنی شاید به شما بگم 5 ساله و 10 ساله طلا رو به شما بدم که میتونید اینجا مد نظر خودتون قرار هم بدید، محدوده
شما سقف رو در نظر بگیرید تا حتی میتونه طلا به محدوده 34 میلیون تومان هم در بلند مدت برسه. اما باز تاکید میکنم قرار نیستش که یک دفعه به اینجا برسه. ببینید قطعا اگر اینو بشکونه آروم آروم بازی میکنه، ممکنه برگرده دوباره پایین، دوباره بره بالا، اینجا دوباره وسط کانال میدلاین کانال بازی بکنه، ولی در بلند مدت محدوده‌های 34 میلیون و حتی شاید بیشتر رو بخوایم در نظر بگیریم 40 میلیون و 43 میلیون 44 میلیون میتونه اتفاق بیفته. پس ببینید طلا به دید بلند مدت همچنان میتونه جذاب باشه، اما در کوتاه مدت فعلا که هنوز تا مادامی که زیر این در واقع کانال قبلی که من خدمتتون کشیدم بخواد معامله بشه و اینجا این رو پرقدرت به سمت بالا، من رنگش هم عوض کنم که شما بهتر متوجه بشین، تا پرقدرت اینجا رو به سمت بالا نشکنه و اینجا بخواد بازی بکنه، ما همچنان درون یک کانال بسیار تا بسیار پرقدرت قرار داریم که میتونه این آروم آروم اینجوری بالا بره و حتی تا آخر سال شاید اگر بخوام باز قیمت خدمتون بدم با وجود بودن در همین کانال فعلی تا آخر سال میتونه به محدوده 13 میلیون و 14 میلیون هم برسه. اوکی؟ پس فعلا سناریوهای ما اگر بخوایم بهشون اشاره بکنیم، اولین سناریوی ما این هستش که درون کانال بخواد رفتار بکنه و آروم آروم درون کانال رشد بکنه که میتونه تا محدوده 13500 13 تومن تا آخر سال برسه. دومین سناریویی که داریم اینه که پرقدرت کانال رو بشکنه و اگر پرقدرت این کانالی که ما اینجا کشیدیم رو بشکونه، میتونه به اندازه عرض کانال ما رشد بکنه و تارگت های بلند مدت خودش رو فعال میکنه که میتونه محدوده 44 45 میلیون تومان به ازای هر گرم طلای 18 عیار باشه. اما این یک شرطی داره، اون همین هستش که در تایم فریم ماهانه، نه روزانه و 400، در تایم فریم ماهانه این رو پرقدرت بشکنه. بچه‌ها دقت کنید، ببینید باید یک کندل سبز خیلی قدرتمند، من این ابزارهایی که اینجا کشیدم رو اگر پاک بکنم که شما بهتر ببینید، باید یک کندل سبز خیلی قدرتمند، حداقل مثل همین دوتا کندل آخری که اینجا سبز شده، اینجا یک کندل ببنده و سبز هم باشه، پرقدرت هم باشه و بالای این ناحیه باشه که اگر این اتفاق بیفته تارگت های بلند مدتی خودش رو فعال میکنه و شما همچنان به دیدگاه های بلند مدت و 4 ساله و 5 ساله میتونید خرید خیلی خوبی رو روی طلا داشته باشیم. اما یه کوچولو نگاهمون رو کوتاه مدت تر بکنیم بچه‌ها، یعنی ما الان تارگت بلند مدت رو فهمیدیم، اما میخوایم الان کوتاه مدت تر فکر بکنیم و ببینیم. برای همین تایم فریم رو من باز میارم توی هفتگی. اگر توی هفتگی بخوایم چارت رو ببینیم، دیگه چه چیزی برای چارت میتونیم در نظر بگیریم؟ ببینید در تایم فریم هفتگی اگر ما بخوایم چارت رو بگیریم، میتونیم یک در واقع زون یا یک ناحیه مشخص بکنیم برای اینکه ببینیم از کجا باز میتونه بازار برگرده، چون هنوز این رو نمیتونیم اصلاح بدونیم، چون هنوز دو سه تا کندل اصطلاحاً دوجی زده و خیلی برای ما کندلای فول بادی نبودن رو به پایین که بخوایم بگیم اینو اصلاح بدونیم. ولی مثل این که یک اصلاح هستش، ما اگر بخوایم در واقع عرضم به حضور شما این صعود فعلی رو ببینیم تا کجا ادامه داره. روی موج نزولی قبلی یک فیبوناچی 2 نقطه‌ای و عرضم به حضور شما روی موج صعودی قبلی هم اگر بخوایم در نظر بگیریم که از اینجا شروع میشه، یک فیب 3 نقطه‌ای میندازیم که پایان این صعود فعلی رو بخوایم در نظر بگیریم، که البته یک بررسی من داشته باشم که ببینم بله لگاریتمی هستش و 2 نقطه‌ای رو هم بررسی داشته باشیم که باز این هم 2 نقطه‌ای در واقع به صورت فیبوناچی لگاریتمی هستش. میبینید که یک ناحیه تقریبا میشه گفت پرقدرت همین محدوده 61.8 که اینجا اینو نگه داشته. پس فعلا از دیدگاه فیبوناچی هم یک ناحیه اینجا به ما داده که دقیقا اینجا میبینید که مقاومته و هنوز نتونسته اینو بشکونه. اگر این رو به سمت بالا بشکونه تا کجا میتونه پیش بره؟ دقیقاً تا این محدوده میتونه حداقل پیش بره که محدوده در واقع 13 تا 13500 در تایم فریم هفتگیه. بچه‌ها دقت کنید، باز ما هنوز داریم بلند مدت نگاه میکنیم، آروم آروم داریم میایم پایین. پس ما دو تا ناحیه مشخص کردیم فعلا برای اینکه تارگت های طلا در تایم فریم هفتگی کجا میتونه باشه. اما چه چیز دیگه ای رو ما الان میتونیم مد نظر خودمون قرار بدیم اگر بخوایم در تایم فریم هفتگی نگاه بکنیم؟ در تایم فریم هفتگی اگر بخوایم اصلاحی برای طلا
ببینیم فعلا حداقل به جز این موارد چیزی وجود نداره. باید اینجا یه 2 تا کندل دیگه در تایم فریم هفتگی شکل بگیره که ما بتونیم یه فیبوناچی هم اینجا بندازیم، وگرنه فعلا ناحیه خاصی مد نظر نیست. شاید بتونیم این سقف قبلی رو که یه بار پرقدرت رد کرده دوباره به عنوان یک محدوده برگشتی ببینیم که خیلی فاصله داره، 8600 8700 در تایم فریم هفتگی، که فعلا حداقل فکر نمی‌کنم بخواد برگرده به این عددها. و ناحیه دوم هم اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا محدودهای 6 تومنه که این هم بعیده، ما صرفا داریم از نظر تکنیکال صحبت می‌کنیم. پس من اینو پاک می‌کنم، اینم فعلا پاک می‌کنم چون خیلی دور از لایو بازار. الان میریم تو تایم فریم روزانه که کم کم دیگه بخوایم تحلیل‌های کوتاه مدت تری خودمون رو هم بررسی داشته باشیم. در تایم فریم روزانه آخرین فاز در واقع جنبشی که وجود داره رو اگر بخوایم با در واقع علامت نشون بدیم، این آخرین فاز جنبشی ماست که تا اینجا ادامه داشته. فاز اصلاحی قبلش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، این فاز اصلاحیه و فاز جنبشی قبلترش این فاز هستش که این سه تا رو مد نظر خودتون داشته باشین. این رو الان میتونیم تقریبا یه اصلاح به صورت کلی در نظر بگیریم. خب پس اینا رو الان متوجه شدیم، من اینا رو پاک میکنم. الان دوباره بخوایم در تایم فریم روزانه از فیبوناچی استفاده بکنیم که من برای شما مشخص بکنم این تایم فریم در واقع این در تایم فریم روزانه این فاز جنبشی قبلی ماه، من میخوام ببینم تا کجا بازار میتونه از نظر فیبوناچی پایین بیاد. اینو میندازم و 3 نقطه‌ای هم اگر بخوایم در واقع یک بررسی داشته باشیم براش، عدد 1 3 نقطه‌ای برای من خیلی مهمه که اینجا داریم تا حد خیلی زیادی میبینیمش. این 1 3 نقطه‌ای با 38 2 نقطه‌ای رو من تارگت میکنم، عذرخواهی میکنم، 1 3 نقطه‌ای با 23 و 6 2 نقطه‌ای رو تارگت میکنم، اینجاست. و یه دونه پایینتر هم اگر بخوام در نظر بگیرم که ناحیه‌ای که میتونه باعث برگشت طلا بشه اینجا هست. پس بر حسب فیبوناچی توی دیلی اینا رو مشخص کردم. این 2 تا ناحیه در تایم فریم دیلی برای من مهمه. عدداش کجاست آقای اینوست محمدی عزیز؟ 2 تا عدد اگر بخوام که میتونه عدد خوبی برای خرید پله‌ای باشه، یکی عدد 10,600,000 تومانه که میتونید اینجاها خرید خوبی داشته باشید و پله بعدیتون هم میتونید روی 10,200,000 تومان 10 میلیون تومان داشته باشید. پس تا اینجا ما داریم پله های خریدمون رو مشخص میکنیم. تا اینجای ویدیو اگر همراه من بودی برای اینکه من انگیزه داشته باشم که باز هم تحلیل های جامعی مثل این تحلیل رو براتون بذارم، حتما لایک کن، یه کامنت برام بذار، یه دمت گرم بگو که من بدونم داره دیده میشه این ویدیوها، و بعدش حتما چنل رو هم سابسکرایب کن چون قراره از این به بعد تحلیل‌های خیلی جامع‌تری رو در یوتیوب براتون منتشر بکنم. دیگه چه تحلیل رو میتونیم در تایم فریم دیلی داشته باشیم آقای محمدی؟ خب ببین، اگر من بخوام یه تحلیل دیگه در تایم فریم دیلی داشته باشم، یه ذره چارت رو اینجوری کوچیک بکنم، در واقع زوم اوت بکنم، من میتونم برای اینکه بدونیم کی طلا دوباره صعودی میشه، دقت کنید، یک خط روند از اینجا به این سمت بکشم، و یک کف استاتیک هم ببینید اینجا مشخص بکنم، رنگش رو عوض میکنم که اشتباه نشه با بقیه. یک کف استاتیک دیگه هم اینجا مشخص میکنم که این دوتا ناحیه‌ایه که ببینید زیاد بهش برخورده. اگر من بخوام بگم چرا اینجا رو کشیدی و شما مطلع بشید ازش، ببین یه دونه برخورد، 2 تا برخورد، 3 تا برخورد، 4 تا 5 تا برخورد زیاد داشتیم. اینو رد کنه، ببین دقیقاً داره میرسه به ناحیه‌های مد نظر ما. پس ببین ناحیه 10600 10700 خرید داره ها، به دید بلند مدت 10600 10700 خرید داره، و بعد اینجا اگر خرید داشت و به سمت بالا حرکت کرد، چیکار باید بکنیم؟ ببین میتونه تا این خط روندی که ما کشیدیم به صورت داینامیک برخورد کنه، دوباره بریزه، یا اینکه این رو بشکونه و بعد دوباره بخواد حالا یا به سمت بالا حرکت بکنه یا پول بک بزنه و بعد دوباره به سمت بالا حرکت بکنه. پس جمع‌بندیمون چی شد؟ من اینها رو اگر بخوام پاک بکنم، جمع‌بندی ما در حالت کلی این شد که 10600 10700، یه ذره من اینو بزرگتر میکنم که خیلی هم دیگه در واقع چیز نباشه، 10600 10700 پله اول خرید ما میتونه باشه، 100 10200 10250 پله دوم ما فعلا میتونه باشه با پیش‌فرض هایی که داریم. و کی صعودی میشه؟ هر زمان که این رو شیکوند پرقدرت به سمت بالا و بعد یه برگشت زد دوباره به سمت بالا رفت، میتونیم تارگت های بالاتر رو که از قبل مشخص کردیم رو براش مد نظر داشته باشیم که اولیش 11500 و بعدش حتی میتونه تا آخر سال به تارگت های 13 تومن و 14 تومن هم برسه. پس فعلا شرط
پیش‌روی ما برای بالا رفتن شکاندن این خط روند داینامیکیه که میبینید. یعنی باید این رو بیاد به سمت بالا پرقدرت بشکنه، یه برگشت بزنه و بعد دوباره بخواد به سمت بالاتر حرکت بکنه. ما توی این ویدیو هم پله های خودمون رو مشخص کردیم، میدونیم که الان در چه پله هایی باید خرید داشته باشیم و هم گفتیم که شرط صعود و ادامه صعود چی هستش و هم تارگت های بلند مدت طلا در تایم فریم ماهانه رو مشخص کردیم که اگر من دوباره برگردم به تایم فریم ماهانه خیلی خیلی بهتر و جامع‌تر میتونیم اون رو هم ببینیم که من خدمتون گفتم محدوده 44-45 میلیون تومان هم حتی میتونه در 5 سال یا 10 سال آینده منتظر طلا باشه، یعنی از همین قیمت حداقل 5 برابر بشه. این نمودار طلای 18 عیار بودش که من خدمتتون تحلیل کردم. قطعا در ویدیوهای بعدی که پله‌هاش هم خدمتتون گفتم راجع به سکه هم صحبت میکنم، این که کی سکه بخریم، آیا سکه الان ارزنده هستش یا نه، و راجع به نقره، از همه چیز مهمتر نقره‌ای که خیلی داره راجع بهش صحبت میشه، این که آیا الان باید خرید بکنیم نقره رو یا نه، در سقف قیمتی خودش هستش هم صحبت میکنیم. لطفاً این ویدیو رو حتما برای دوستاتون بفرستید و اگر براتون مفید بود حتما هم لایک کنید، هم کانال رو سابسکرایب کنید و هم یه کامنت بذارید که من ببینم که دیده شده و قطعا دوباره براتون مجددا راجع به نقره، راجع به دلار، راجع به سکه و راجع به در واقع اون سه جهانی، این که کجا تا کجا میتونه بالا بره تا کجا میتونه پایین بیاد هم ویدیو تولید بکنم. مرسی از همتون، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.